خیزد لیباسو ششوی گوش که مرا بچم زندگی تو برای ما ویران نکن. میگی در همین دنیا فقط شما بچه زایدگی. رجب علی ایبرانی چوی خونه اینجا. ها خلا گرید خورید آستا خورید همه همین ناز و نعمت همین میوه های تر و تازه برای شما. میگی در همین دنیا فقط شما بچه زایدگی و دیگران هم بچه دارم. ناز و نازتون فقط بچه تو میکنین. روزی دراز خورده خور میرین از خورده خور رفتن تن توشتون بینن یک پیاله بالای پیاله نمیمونید. با بچه تو میرین ناز و ناز در بچه تو میکنید. رحمت کلی شبیه کانالی بوز کنه ششتا نمیتوانم. السلام علیکم. سازی زنک خوبی؟ ساز چه دوست دارم. چی حال داری اوچه جان؟ خوب هستی؟ تینج هستی؟ یه شب بچه آمدی مغزک آمدی چی میبینی؟ چی بچه جان؟ هیچی شیشتم بچه هم رحمت برای همی زنی تو چوی گرمک دم میکنه چوی خنک دم میکنه 5 وقت خدمتی ما میکنه. این دختری نغزایی زنی تو برکه و رحمت با پدر و مادرش که همیشه دختری نغزه تربیه کرده. به حد دختری نغزه بچم در همین انتخابی زن خطا نکردی بچم. اوچه جان ما همیشه در خدمتیم. کلین همیشه در خدمت هست. شما فقط استراحت کنید. شما خدمت رو نکردیم وقتی دم گرفتن استراحت کردن شما یکم خوراکت خوردی؟ اوه شما خدایی مردک ای مردک نبای 1 مینوت اینجا بیاین. حاضر اوچه جان شما بشین از من به مالا کارتو نکنی. زنک دیگه جون نمیفته لیباسو رو در اینجا پرتوفته لیباسوی مداره چی گفته؟ من در این خانه ماشینه لباس شویی هم یا اینکه کلین روزی دراز لباس شو خوراک پس 1 مینوت پس چای بیار. من نمیفهمم در این خانه من کیستم چیستم چی کارایم. و دلم زد این مادر پیرد میفهمی خسته‌ام کرد ناز و نازش. گوش زنک لباس شوشتن با فکرم که یکون جد کم نمیشود. در همین خانه با غیر لباس شوشتن و غیر خراب کردن یکون چی کار نداری تو. دیگه میشین که تو مخصوصا برای مادر من خراب نمیپذی. تو برای شکم خودت خراب میپذی. برای من خراب میپذی. یکون جد کم میشود. خیزد لباسوش شوید من لباسشو نیستم. خیزد لیباسو ششوی گوش که مرا ای زنکی به عقلی ما در وقتش پیش ایانی که ما و تو توی کرده بودیم مسئولیت کرده بودیم که مادرم با ما زندگی میکنه. همه خیلی بود امروز ما برای ما قرار میبروری ها. امروز زبان دراز بلبل وری میخونی ها. او پیش از توی بود حاضر است شد. نمیخواهم مادرت را نمیخواهم در یک خانه با زندگی کردن شد. خاموش یا من یا مادرم تمام گپ من آخران. رجب علی بچم زندگی تو برای ما ویران نکن. من میرم این روز اما کلبه ویران میرم. فقط شما زندگی خودتو ویران نکنی بچه. اوچه جان شما اصلا گپ نگه اوچه
من تا وقتی که هستم تا وقتی که زنده هستم مشاهده شما قطعی ما میمونیم ما در خدمت شما باشم ما خودمون حل میکنیم باشم گوش کنید زنان که به عقل ای گوسپند وقتی که تو در حیات در بری ما نبودی وقتی که ما توی شدگی نبودیم لیکن در تمام حالتهای سختی در تمام حالتهای پستی در تمام حالتهای دشواری زندگی در بری ما مادری ما بود میفهمی و امروز هم تا ای زندگی ناشکری کنی و امروز هم ای زندگی درو بگردانی برآمده برای با مادری ما در بری ما هستی مادری ما را ترک نمیکنه فهمیدی با همین خاطر یک چیز را خاطرت نبرو ترام آینده مادر میشی فراموش نکن مادر بعدی پروردگار دیمین آفریدگار در روی زمین میفهمی دیمین آفریدگار بعد تو من گفتی که انتخاب کن یا من یا مادرت ما اصلا مادر ما انتخاب نمیکنم ما ترا انتخاب میکنم ما ترا انتخاب میکنم در حیات برای زندگیم خط زدم